نماز جماعت بیار. نماز جماعت سبب مکافات و سبب پیش رفتن تو میشود. برای هر یک قدم می‌نهی در او قدمت گناه میریزه، از او قدمت ثواب میگیری. و وقتی آمدی در داخل خانه پروردگار در هوی کردی اللهم افتح لی ابواب رحمتک، خدایا درهای رحمتت را بر بالای من بگشا، در آمدی داخل مسجد نماز خواندی، تو مهمان پروردگاری. المساجد بیوت الله و المؤمنون زوار الله. مسجد های حدیث موقوف از عموی رسول الله صلی الله علیه و سلم است. المساجد بیوت الله، همه مسجد ها خانه های خدا هستند. و المؤمنون زوار الله، مؤمن هایی که در مسجد داخل هستند زوار الله هستند، مهمان پروردگارند. مهمان در خاندان حرمت دارد، در خاندان کسی مهمان را حرمت دارد. این چنین ما و شما هم در خانه پروردگار حرمت داریم. برای چی؟ یکی از حرمت خانه پروردگار رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی چیسناک استعمال کرد، دهنش خوشبو نکرده چیسناک استعمال کرد و داخل مسجد نشود. پیغمبر خدا گفت نشود داخل مسجد، زیرا که گفت نه او فقط خودش وقتی که چیسناک هضم میکنه درون آرق میزنی دم میبراری، او دم فاش میشود. مردم فکرشو در خیال پروردگار عبادت ذکر پروردگارن، بوی بدی دهنی تو که با مشام او میزنه فکر یاد پروردگار را دور میکنه، با بو را قبول میکنه. این خلق رئیس اعضای در بو را قبول میکنه دیگه، یاد خدا از بین میره. به همین سبب کسی چیسناک میخوره به مسجد حاضر نشود، نه سبب آزار دادن بنده های پروردگار مهمان، بلکه نماینده های پروردگار هم از این آزار میوند. یعنی ملائکه هایی که در جهان هستند اونا هم ای بوی بد آزار میوند. برادر اهل اسلام، وقتی که خوردین 2 ساعت 3 ساعت پیشکی خوشبو کنین استعمال بکنین، یا برای چی درده که فایده گفته او را البته حرامش نگفته است. خوردن چیسناک به سبب بوش باید بر مسجد حاضر نشه. نماینده های پروردگار، مهمان های پروردگار سبب آزارش میشه، باید که چیسناک خورده برابر به مسجد حاضر نشه. و الا حلال است، چیسناک حلال است، حرام نیست. نه که از روی بوش پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت که هر کس از امت من خورد عند المسجد نزد مسجد حاضر نشود. خذوا زینتکم عند کل مسجد کلوا واشربوا لا تسرفوا انه لا یحب المسرفین. بخورین بی آشامین، اسراف نکنین. نزد هر یک رفتن مسجد تو شما خوشبویی کنین، زینت بکنین، لاقهای خوب پوشین، طهارت بکنین. حالی بسیاری ها میگن که ناس طهارت نمیشکنن. خوب اینه که ناس تو رشکننده طهارت اومدگی نیست. نه که و الا کسی ناس کشید دهنش زرداب ببروی اون ناسکش وقتی ناس هم میکشه این ناس آهک داره و چونچی بلا داره. وقتی میکشی دهن از زرداب میکنه، وقتی میمچی توف میکنی البته زرداب و خون علنش میبروید، طهارت هم میشکنه. وقتی که گشنه باشی مثل ماه شریف رمضان از آن همه تیم ناسکشا در جایی که بسم الله بگن روزه را دعاش بخونن و روزه بخورن چیکار میکنن؟ ناس هم میزنن. بعد ناس میگن ناس بردم، همون دهنش آب میگردم میام نماز میخونه. یا که نه ناس هم میکشه گرنگش میکنه. اگر ناس انسان کشید و طهارت نکرد، طهارت چنین اشکسته باشه، یقین بدونن که در انسانهایی که مخلصانه خالصانه الله را عبادت میکنن پاکن، ناسکش دیا نمیدروید. همین آدمی که ناس کشید سیگارت کشید طهارت نکنه در آدمای با تقوا نمیدروید. یکم دیم ناس کشید و سیگارت نکشید، این در با تقوا در اومدنش پینه. این اسراف برادر اهل اسلام. امیر چیکار میکنیم ما؟ یک گناهش میکنیم که در عبادت مشکل، در عبادت مشکل. خدا پاکی را دوست می‌داره. نه که مردم چیکار میکنن؟ ناس میزنن دهنش را آوگردون میکنن. حالا آنکه رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که اکثریت شما را من در روز قیامت میشناسم ای کثرتی طهارت. اعضای مخصوص رو، 2 دست تا آرنج، 2 پا تا وجل شیشتگی هستند. من شما را سفید پوست سفید اندام میبینم، از کثرتی طهارت شفاعت رو میکنم. حدیث های مخصوصی رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. این مرد چیکار میکنه؟
ایروی تنبلیشه ناس هم میکشه دهن آقا میگن میرن نماز هم میخونن تارت بکنی برای تو خوبتر نسی شکاکی را کشیدی تارت بکنی برای تو تارت هم نشکسته باشه اگر گفتم که همین سببای عذری باشن تارتش میشکنن اگر ماه شریف رمضان باشه گشنه ماست میبرش میشکنن دیم که میفوچه دهنش توف میکنن ناسکش بسیار ناس کشیدگی دهنش زرداو کردگی ناس زدگی آهک دمی چون چی دنگل میکنن و میزنه و تای زونه خون میآید تارتش میشکنه دهنش آقا میگردن میره نماز میخونه تو خدا را با پاکی یاد کرده ایسای تو باید خالصانه تو نماز بخونی وقتی که خالصانه نماز بخونی برای تارت کنی یا مکافات خوب بگیری چیکار میکنه نماز که کلید جنت است طهارت کلید همه عبادت تا طهارت نکنی نماز کامل نمیشه تا طهارت نکنی قرآن خفیده نمیتونی خداوند گفت که لا یمسه الا المطهرون نخفی قرآن را مگر بخفیم به پای طهارت برای چی تنزیل من رب العالمین این نازل شده است از درگاه پروردگار عالمیان طهارت میشه و سبب که میخفیش طهارت میشه و سبب که نماز میخونی برای همون برادرای ناسکش عذر کاوی نکنیم از همه التماس میکنم که ناس هم کشیدیم دهن تو بقوت هم باشه که ای بالای طهارت تو طهارت بکنیم انشاءالله خدا بردباری را نصیب روزیتون میگردونه و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین خداوند برکت توحید و برکت سنت حبیب خدا در خاندان ما و شما جاری بگردانه و محبت توحید و محبت سنت خدا در دل فرزندها و اهل عیال ما و شما داخل بکنه شریعت غرای محمدی را سر تا سر یالها جاری و مشرف بگردانه ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار ربنا و آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا